سلام. تا حالا باتری کتابی دیدین؟ آیا میشه اینو شارژی کرد؟ میشه گفت بله. اینا هم میشه با چند تا وسیله مثل باتری لیتیومی 3.7 ولت که هر کدوم 500 میلی آمپر هستش. بعد باتری لیتیومی که گفتم کلید 2 حالته که واسه خاموش روشن کردن این مدارش. بعد ماژول افزاینده ولتاژ، چون اینا 3.7 ولت هستش ما اینو باید تبدیل به 9 ولت کنیم، چون این باتری های کتابی 9 ولت هستش. به وسیله این ماژول افزاینده ولتاژ مدل MT3608 میتونیم این ولتاژ 3.7 ولت رو خروجیش رو تبدیل به 9 ولت کنیم. و یه ماژول شارژر میخوایم که اینا باید شارژ بشه دیگه. اینو که تمام میشه میندازیم بره. من میخوام اینو حالت باز کنم و این دستگاه ها و باتری و ماژول داخل این کار بذارم و حالت شارژی بشه این شکلی بمونه، که باید با این ماژول شارژی باتری لیتیومی مدل TP4056 بتونیم این کار رو انجام بدیم. خب من مدار این طریقه شارژی اینو باز به شما نشون بدم و باز میشه و نصب میشه رو این و آخر کار ببینیم به چه صورتی در میاد. اینم از تکمیل شده کار که باتری کتابی 9 ولت شارژی شد. اینم تو برق در حال شارژ هستش و اینم دکمه خاموش روشن با میکرو USB شارژ میشه. میریم واسه تست این باتری. اینجا یه دستگاه تستر کابل شبکه داریم که وصلش میکنیم. روشنم بود. کار کرد. اینم از این باتری. امیدوارم خوشتون اومد.